درود دوستان عزیز و گرامی، امید هر جایی که هستی دارای صحت و عافیت کامل بوده و باشه. دوستان عزیز، در لایف ها صحبت میکنیم راجع به سوره مومنون آیات 5 و 6 که شما میتونید کنیز داشته باشی مسلمین عزیز و رابطه جنسی با کنیزتان داشته باشی. سوره معارج آیه 29 و 30 همچنین. سوره نساء آیه 24 زنان شوهردار میتونید در جنگ به اسارت خودتان بگیری و رابطه جنسی داشته باشی. از یک طرف اسلام به شما میگه زنا کار درست نیست و شما باید اگر مجرد 100 ضربه شلاق بخوری، اگر متعرض سنگسار شوید تا بمیره. بله، این هست اسلام ناب محمدی. دوستان عزیز، زنا کار درست نیست، اما اگر زن و دختر مردم در جنگ گرفتی بی نکاح رابطه جنسی میتونی داشته باشی. بله، کم فکر کنید چی یک خدای چنین امر را میتونه برای شما بده؟ آیا این کار درست است؟ تجاوز به زن و دختر مردم؟ چی یک پیغمبره که اگر او شخص انسان باشه، ذره انسانیت داشته باشه، چنین امر نمیتونه به شما بکنه که زن و دختر مردم گرفتی چپک؟ جالبه نه؟ حال دوستان عزیز، شما مسلمین متاسفانه اکثرا که میایی در لایف ها قبول نمیکنیم. از قرآن براتون میخوانیم، تفسیرش هم میخوانیم، احادیث هم در پشتش مندازیم، بازم شما قبول نمیکنید. چرا؟ چون در نظر شما نمیتونه چنین کثیفکاری در قرآن و در پیغمبرتون باشه، چون کار کثیف است دیگه، ضد و نقیض است. یک طرف میگه زنا نکن، یک طرف میگه زن و دختر مردم اجازه است. حال ما چندین باری را برای شما از علمای خودتان ماندیم که این گپ را براتان بزنه. حال این ویدیو را تماشا کنید تا برگردید. خود دوستان عزیز، میریم در این ویدیو. مجاهد که کافر گرفت زنش کنیزه، بدون ازدواج میتونه استفاده جنسی کنه. 100 دانه کنیز هم باشه میتونه. همین زن کافر گرفته برا مجاهد نه، بس 100 تاست بگی استفاده جنسی کنه، حاجت نکاح نیست. یک مریضی سرش تیر شوه که رحمش پاک شوه، کدام تا دیگه استفاده نکنه باشه، خلاص خب دیگه جایزه. حال یکم تا چی میگه؟ خلیفه مسلمانا هارون رشید 100 دانه زن داشت. این ظلم نیست؟ حال 100 دانه زن آزاد خونه بود، زن کنیز جایزه 100 دانه زن داشت. خواهی چی میگه؟ یه ایوان است. بله ها، دختر کافر وقتی که در جنگ کرده کت مومنین و در جنگ گرفته شده مثل ایوان وری معامله میشه. اگر که سر ظلم نمیشه، صرف استفاده جنسی میشه، دیگه کاروبار دیگه ظلم اجازه نیست، بسیار حقوق داره. بله دوستان، ایشان استاد دانشگاه کابل است. بله، ایشان یک مولوی عالم دین هم هستند، استاد دانشگاه. شنیده؟ و همینطور ویدیوهای قبلی رو هم از چند تا عالم دیگه برای شما مانده. چی میکنی شما؟ اسلام دین خوب است. میگم از نگاه قانون اساسی کشورها وقتی شما در یک جنگ شرکت میکنی، مال مردم رو نمیتونی غارت کنی، زن و دختر شما اجازه نداری تجاوز کنی، اما در اسلام اجازه است. حال کدامش به نظر شما بهتر است دوستان عزیز؟ آیا با اسیرای مردم شما مسلمین رابطه جنسی برقرار میکنی؟ خب اسیر است دیگه، او رو هم گرفتی دیگه. آیا عقل هست؟ منطق هست؟ چطور میتونی چنین اسلام را شما قبول بکنی؟ اگر ذره در وجودتان انسانیت باشه، چنین کثیفکاری را شما چطور قبول میتونی بکنی؟ اگر شما باور داری که خدای وجود داره، چی خدایی که چنین اجازه را بده که شما سر زن مردم و دختر مردم تجاوز کنی؟ اگر پیغمبرتان انسان درست می بود، چرا چنین اجازه را میداد؟ و خودش چطور کنیز داشته و کنیز خود هم بستر شده؟ مردم میکشه، شب با زنش هم بستر میشه بدون نکاح. چی اگه اسلام شما داری؟ کم از عقلتون استفاده کنی بد نیست. باور کنی کنتور نمندازه، پیسه خرج نمی کنی اگر از عقلتون استفاده کنی. مثل برق نیست که مصرف شو پیسه بتینی. خصاصت نکنی، استفاده کنی کمه. جبهه میگیری که اسلام دین صلح هست، جبهه میگیری که اسلام دین خوب است.
ما را از زنا منع کرده، از زنا منعتان نکرده، تجاوز به زن و دختر مردم اجازه داده. دیدیم کافرای این کار میکردن، زن و دخترای مسلمان ها را میگرفتن تجاوز میکردن. کار زشت مگر نیست؟ اگر کار زشت است، کار زشت باز کار زشت جواب میته اللهتون و پیغمبرتون، یا میگه نه ما دین درست آوردیم باید جلوگیری شود. پس یک ذره از این لامصبتون استفاده کنید. اسلام دین تجاوز، غارت، کشتار است. کم عقلتون استفاده کنید. تشکر. امید است بتانی کم استفاده کنی بعد از این ویدیوها یک ذره. تشکر.